روح بگم تنها خواننده ای که توی حالت عادی ورزش، خوشحالی، ناراحتی، مستی، هایی، مرگ و میر، خوشحالی میتونی با یه آهنگش یه خاطره در ذهنت مثل کندوی عسل بسازی، امیرحسین مسعودگوه. حیفه که این جوان، ما شانس داشتیم در یه زمانی دنیا اومدیم که این آقا رو داریم میبینیم، باهاش بزرگ میشیم. نتونستیم با داریوش اقبالی بزرگ شیم، نتونستیم با استاد شجریان بزرگ شیم، ولی با فتحعلی داریم بزرگ میشیم. چرا با خاطرات ما تو زندان باشه و علاوه بر همون نتیجه همون بگیم بهترین خواننده‌ای که دوست داشتیم اون زمان تو زندان بود؟ چرا؟ نمیدونی؟ پس اگه نمیدونی که این که نشد مملکت که یعنی ظلم.